سلام خدمت همه دوستان و علاقه‌مندان تحلیل تکنیکال. اشکان منتخب هستم. این ویدیوی چهارم استراتژی زیبای ایچیموکو هستش. من در این ویدیو هدفم این هستش که بیام در مورد سیگنال هایی که تنکنسن و کیجنسن به همراه کندل استیکا یا به همراه چارت قیمت به ما میدن و در موردش توضیح بدم، حالت مختلفشو. بعد از اون میخوام در مورد سیگنالی که از ابر کومو و تنکنسن و کیجنسن به ما میدن صحبت بکنم و در بعد از اون میخوام در مورد یه تیپس مربوط بر ریورس یا بازگشت خدمتون عرض بکنم و در آخرم به بحث خیلی مهمی که برمیگرده به تحلیل زمانی همراه با کیجنسن صحبت بکنم. خیلی خب، پس در ابتدا من میام در مورد سیگنالی که کندل ها با تنکنسن و کیجنسن میدن صحبت میکنم. ببینید بچه ها، فرض بکنید این کندل ها دارن به سمت پایین میان، مثلا کندل هم. خب زیرشون تنکنسن و کیجنسن قرار میگیره. خب اینا از بالا دارن به سمت پایین میان، به اینا برخورد میکنن. اینا هم این خط براشون حالت حمایتی قرار میگیره. وقتی که اینها بیان این دوتا خط رو بشکنن، و به سمت پایین بیان، یک سیگنال به ما صادر میشه. یعنی اینا دیگه این خط کیجنسن و خط تنکنسن حالت حمایتی ندارن و تبدیل به حالت مقاومتی میشن. میبینید این یه مسئله و این سیگنال به ما سیگنال داون ترند صادر میشه. حالا یه مسئله دیگه، مسئله بعدی این هستش که فرض بکنید ما اینجا تنکنسن داریم و کیجنسن. این دو به حالت مقاومتی برای ما یا رزیستنس قرار میگیرن و کندل ها دارن از سمت پایین میان به سمت بالا. میبینیم که این مقاومت ها جلوش قرار گرفته. این مقاومت ها رو اگر بشکنن و تثبیت بشه بالای اون و یک کندل دیگه به شکل بگیره، من میبینم که یک آپ ترند به ما، یک سیگنالی مبنی بر آپ ترند صادر میشه. یعنی آقا آپ ترندت مبارک، رفتی به سمت بالا. اوکی، نه تا اینجا توجه کردید؟ این از بالا به سمت پایین میاد، تنکنسن و کیجنسن رو میشکنه، بهش میگن سیگنال فروش، چون اینا حالت حمایتی با قرار گرفتن و از پایین به سمت بالا میاد میشکنه، بهش میگن سیگنال آپ ترین یا سیگنال صعود. اینا در نظر بگیرید لطفا. حالا همینا فرض کنیم که زیر این روند نزولی که شکل گرفته یک ابر کوپل مپل کومو باشه و روی اینجا که روند صعودی شکل گرفته یک ابر کوپل مپل کومو باشه. یادتون هستش که خدمتتون عرض کردم که وقتی یه همچین حالتی بود و ابر کومو زیر روند ما بود، ابر کومو حالت حمایتی بازی میکنه، یعنی حمایت خیلی خوبی داره بازی میکنه و احتمال داره که این به سمت بالا برگرده. این از این، یعنی آپ ترند داون ترند خیلی قوی نبوده و اینجا روند صعودی هستش، اینها رو شکونده، ولی چون به یک ابر کومو خیلی قوی برخورد کرده، یک روند صعودی قوی نخواهد بود، شارپ نخواهد بود. این از این. حالا فرض بفرمایید، اجازه بدین لطفا، من ابر کومو اینجا شکل بگیره، یه ابر کومو خیلی قوی مثلا اینجا هستش. خب این ابر ارزم خدمتتون، بزنید کمی کپل ترش بکنیم به نظر قوی تر بیاد، مثلا ابر کومو قوی. خب این کندلای ما اومده از بالا به سمت پایین اومده، اینجا کندل بوده، اومده اینجا هم کندل بوده و این کندل زیر 50% شکسته. این فول بادی کندلش باید حداقل 50% این بدنه شکسته بشه. کندل بعدی میبینید که شکسته و سیگنال نزول من صادر شده. خب و چون
اومده ابر کما رو شکسته، یک سیگنال نزول و اومده ازش بیرون و ابر کما از حالت حمایتی تبدیل شده به حالت مقاومتی و کندل ها اومدن زیر اون، نشون دهنده این هستش که ما دیگه یک حمایتی به اسم کما نخواهیم داشت و یک روند نزولی خوب صادر شده و وقتی میاد اینها رو هم میشکنه که جنسون و تنکنسینی هم که به صورت حالت حمایتی هستن میشکنه، یک داون ترند خیلی خوب صادر میشه. این از این. حالا فرض بفرمایید که من این دوستمون رو پاک کنم. خب بچه، حالا فرض کنید لطفا که یه ابر کمایی من این زیر داشتم، یه ابر کمای خیلی قوی که حالت حمایتی اول حالت مقاومت واسه من بازی میکرده. چطور؟ به این شکل که این کندلا اینطوری اومده داخلش اونو داره داخلش بازی میکرده، شکسته این در اینجا بیشتر 50% خارج شده، میبینی بیشتر 50% و از حالت مقاومت تبدیل میشه به حمایت. خودش اینجا یک سیگنال مبنی بر صعود به من داده چون اومده ابر کمامو شکونده. سیگنال دوم و سوم اینه که این مقاومت روی سرش یعنی کی جنسن و تنکنسن هم شکونده و یک آپ ترند خیلی قوی ما صادر میکنه دوست. اوکی؟ خب من اینه کمی پاک بکنم. مثل همیشه این موبایلم زنگ خورد، ببخشید. خب حالا کار دیگه ای که میخوایم بکنیم چیه؟ ببینید بچه، این ابر کما، خب من یه ابر کما اینجا دارم. حالا اگه ما اینجا یه تنکنسنمون هم از بیرون اومده داخل، کی جنسنمون هم همینطور داخل این دارن با هم بازی میکنن. خب حالا اگه کندل ها از سمت بالا بیان به سمت پایین و داخل این میبینه که اینجا هم اگه اومده شکسته یه سیگنال ریزش، ولی داخل این ابر کما شروع کردن به حرکت کردن و این سینکو اسپنی که اینجا هستش حالت حمایتی براش بازی کرده. خب و حتی اومده تنکنسن و کی جنسن هم شکونده، ولی چون هنوز از اینجا خارج نشده یک سیگنال نزولی ضعیف به من صادر کرد. هر وقت کندل های ما هر سیگنال داخل ابر کما بگیرن و داخل ابر کما باشن، از نظر من منطقه ممنوعه و یک سیگنال خنثی به من میده. حالا یه چیز دیگه، من اینجا باز یه ابر کما دارم. خب تنکنسن کی جنسن. اوکی، حالا کندل ها از سمت پایین به سمت بالا میان میشکنن این سنکو اسمنی که حالت مقاومتی قرار گرفته، ولی داخل و میان حتی این کی جنسن و تنکنسن رو میشکنن به سمت بالا، ولی میبینیم که داخلش میبینیم که این داخلش قرار گرفته. میبینید که داره میشکنه، میبینید میشکنه، میبینیم که این سنکو اسپن بالای مقاومت قرار میگیره، ولی باز میبینیم که این داخل داره حرکت. این منطقه یه منطقه سیگنال سودی ما داده، ولی سیگنال سودی خنثی هستش. چرا؟ چون داخل ابر کما هستش. این از مثالایی بود که یعنی حالتی بود که من خواستم توضیح بدم اول براتون. حالا با یک نماد بیام مثالشو عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوب، نقاشی هم کردم براتون. خیلی خوب، ببینید که اینجا یه کندل، مثلا من اومدم کجا الان سال 2016 من از 2015 شروع میکنم واسهتون اینجا. خب من ببینم که برم عقب تا 2015. خب من میبینم اینجا میبینم این کندلای من داخل ابر کما، میبینم تنکنسن و کی جنسن من براشون حالت حمایتی بازی کردن و من میبینم حتی اینجا شکسته میشه، میبینی هنوز حرکت نکرده و وقتی تنکنسن کی جنسن رو به سمت پایین شکست یه سیگنال منفی، و وقتی که اومد تنکنسن و کی جنسن از ابر کما خارج شدن دو تا سیگنال ریزشی، و وقتی که من میبینم که کندلای من که اینجا حالت حمایتی بوده یعنی مورد حمایت تنکنسن کی جنسن قرار میان این تنکنسن و کی جنسن رو میشکنن و به سمت خارج میان
و سر کی جنسه که فلت بوده به سمت پایین یک داون ترند خیلی قوی به من میده. خب حالا اینجا من ببینم که کندل ها اومده تنکنسن شیفون یک سیگنال قوی به من داده. خب ولی چون ابر کومو بالاش بوده یک سیگنال خیلی قوی نمیتونه باشه و میره به سمت بالا به وسیله کی جنسن حمایت میشه، مقاومت قرار میگه و به سمت پایین میاد و باز میاد تنکنسن رو میشکنه. تنکنسن حالت مقاومتی واسش قرار میگیره، میاد به سمت پایین. خب یعنی یه داون ترند ریزم داشته و میبینیم که اینجا مثلا اومده تنکنسن شکونده، کی جنسن هم شکونده، ولی این ابر کومو چاق و پرمقاومت قوی جلوی آپ ترند منو گرفته و باز به سمت پایین میاد و میبینید که اینجا یک با یه مازوبارو اومده کی جنسن و تنکنسن رو به سمت پایین شکسته، یه حالت دوجیتوری و ساید وی شکل میگیره. میبینید که تنکنسن و کی جنسن هم فلت هستن و نشون دهنده ساید وی بودن یا رنج بودن بازار هست و میبینید سرشون اومده به سمت پایین و داون ترند رو نشون میدن و اینا میان کندل ها رو میشکنن. اینا از حالت حمایتی که اینجا قرار گرفته مقاومت قرار میگیره، یعنی تنکنسن کی جنسن واسه کندل ها و به سمت پایین حرکت میکنه. اینجا هم اگه ببینید اومدن به سمت بالا شکوندن، تنکنسن و کی جنسن رو به سمت بالا شکوندن، ولی چون که یه ابر کومو چاق و قوی اینجا قرار گرفته اجازه به من نداده که یک آپ ترند قوی داشته باشه. این هم از اینجا رو ببینید اومده رفته داخل ابر کومو. خب از اینجا اومده تنکنسن و کی جنسن رو شکسته به من سیگنال ریزش میده، ولی این سیگنال ریزش که داره به من میده یک سیگنال ریزش ارزم خدمتتون خیلی قوی نیست چون داخل ابر کوموه و من اینجا یک سیگنال ریزشی خنثی میگیرم. میام جلوتر ارزم خدمت اینجا باز میبینم که تنکنسن و کی جنسن به وسیله اینجا کی جنسن حالت مقاومتی قرار گرفته واسه اینها و تنکنسن حالت حمایتی. اینا میان تنکنسن رو میشکنن به سمت پایین، تنکنسن از حمایت میشه مقاومت، کی جنسن از فلت که اینجا بوده سرش به سمت پایین میاد و داون ترند رو به من صادر میکنه و ریزش پیدا میکنه. حالا مثلا توی این منطقه کندلا میان تنکنسن و کی جنسن رو به سمت بالا میشکنن، درسته اینجا و میبینیم که تنکنسن کی جنسن رو، یعنی تنکنسن قرمز کی جنسن آبی رو به سمت بالا کراس کرده و یک آپ ترند دیگه و جلوی من یک ابر کومو هستش، ولی ابر کومو خیلی چاق قوی نیستش و این نمیتونه مقاومت خیلی قوی باشه، ولی باز هم میبینیم که برخورد کرده. این سنکو اسپن A اومده مورد مقاومت قرار داده کندل ها رو، اومدن به سمت پایین ولی با قدرت حرکت کردن به سمت بالا. اوکی و میبینیم که کندل ها باز یه بازگشت کوچیک داشته به وسیله تنکنسن حمایت میشه. اینجا هم که میبینیم کی جنسن فلت بوده سرش به سمت بالا میاد و یک آپ ترند به ما نشونه. ببینید چه آپ ترند قوی به ما داده و چون ابر کومو زیرش قرار گرفته بوده این آپ ترند بخاطر همین انقدر رفته بالا قوی شده. اینجا میبینیم که ارزم خدمتتون یک دارک کلاود به من داده. میبینید باید ارز کردم خدمتتون این الگوهای ژاپنی خوب بلد باشید. یک سیگنال نزولی اینجا به من میده، ریزش پیدا میکنه، میبینید با چه قدرتی میاد. تنکنسن و کی جنسنی که تقریبا به صورت فلت هستن یک ساپورت دو تا ساپورت رو میشکنه میاد پایین و میاد اینجا میبینیم که سنکو اسپن A هم با قدرت میشکنه میاد به سمت پایین. من اینجا معامله نمی کنم، حتی میبینم تنکنسن کی جنسن به سمت پایین شکسته و یک ریزش اتفاق افتاده و میاد به سمت پایین و میبینیم که اینجا بین تنکنسن و کی جنسن یه حالت فاصله افتاده. هر وقت شما یه همچون فاصله دیدید باید احتمال بدین که قراره این پر بشه یا تنکنسن کی جنسن به هم برسن و میبینید که اینجا دارن به سمت هم میان و به هم میرسن. حالا میبینم که کندل ها اومدن تنکنسن من رو به سمت پایین شکستن، از اب خارج شدن و یک داون ترند به من صادر میشه و کندل ها اومدن زیر این ابر چاق قرار گرفتن، زیر سنکو اسپن B قرار گرفتن و به سمت پایین یک داون ترند خیلی خوب به ما میده، یعنی نزدیک
170 و 180 بگو 200 تومن دیگه میرزا پایین. 200 تومن نه ریاله. 20 تومن میاد پایین. خب 20 تومن خب خوبه، خیلی زیاده. حالا اینجا رو ببینید. اینجا میبینم که تنکنسن کیجنسن رو به سمت بالا شکسته و سر کیجنسن رو به سمت بالا بود. یک آپ ترند به من صادر کرده. ولی من میبینم یک ابر کموی چاق و چله جلوی من قرار داره و کندل ها میرن وارد ابر کمو. میبینید چه درجایی هم دارن میزنن و چون جای خیلی خطرناکیه. این یک حالتی هستش که عرضم خدمتتون ترید ممنوع از نظر من و این آپ ترندی که داده چون داخل ابر کم هستش آپ ترند مورد تایید من نیستش. اینجا میبینم تنکنسن اومده کیجنسن رو به سمت بالا قطع کرده، ابر کم هم شکسته. یک آپ ترند تا اینجا داشتیم و عرضم خدمت شما و میبینیم که کیجنسن ما به صورت فلت در اومده. میگه کندلا رو به سمت من بیار. این به صورت 8 در اومده. من 8 تا خدمتتون گفته بودم و کندلا رو داره به سمت خودش میره. این کندل ها به صورت مازواره خیلی قوی اومده ابر کمای لاغر ما رو شکونده. یعنی اینجا یک مقاومتی ما داشت، یک حمایتی بوده که بین کیجنسن فلت و ابر کمای فلت در اومده و یک داون ترند به ما ثابت شده. حالا ما منتظر این هستیم که ببینیم که کیجنسن چه حالت داره. از طرفی میبینیم که کندل ها اومدن تنکنسن و کیجنسن رو شکستن به سمت پایین و یه داون ترند خیلی قوی دیگه صادر شده و این کندل بیشتر از 50% گذشته. مثلا این کندل که ببینیم، خب کندل 34 تومنه، خب یعنی کلا 34 تومن ارزششه و شکستی که اتفاق افتاده 22 تومن شکسته، یعنی بیشتر 50%ش اومده بیرون و یک بریک اوت به من صادر میشه سیگنالش و یک داون ترند ما خواهیم داشت اینجا. اوکی دوستان، من با این مثال خواستم خدمتتون در مورد سیگنال گرفتن کندل ها از تنکنسن و کیجنسن توضیح داده باشم. امیدوارم که خوب گوش بدین و تمرین بکنید در این مورد. حالا ما باید ببینیم که عرضم خدمتتون سیگنالی که تنکنسن و کیجنسن نسبت به ابر کمو میدن چجوریه. من اینو باز با همین مثال توضیح میدم. بیاین از اینجا بریم. ببینید اینجا میبینید تنکنسن کیجنسن اومدن ابر کمو رو به سمت بالا قطع کردم. من اینو واسهتون با شکل نشون بدم. یه ابر کمو، خب هر وقت تنکنسن از پایین به سمت بالا بیاد ابر کمو رو قطع کنه و کیجنسن نیز از پایین به سمت بالا بیاد قطع کنه، یک آپ ترند به ما، آپ ترند خوب صادر شده. خب حالا چون یک آپ ترند خوب، چرا؟ با اینکه ابر کمو یک ابر چاق و یک مقاومت خیلی قوی واسه من بوده و اومده اون مقاومت شکسته شده و یک آپ ترند خوب صادر میشه. و بالعکس اگه من بیام یک ابر کمو اینجا داشته باشم و عرضم خدمتتون کیجنسن اینطوری بیاد ابر کمو رو به سمت پایین بشکنه و تنکنسن با همون بیاد به سمت پایین بشکنه، یک داون ترند خیلی قوی به ما اینجا خواهد داد. اوکی، حالا توی شکل‌ها ببینید بچه‌ها، اینجا ابر کمو رو اینجا اومده تنکنسن کیجنسن به سمت بالا شکوندن و روی همدیگه قرار گرفتن و میبینیم که یک حالت ساپورت خیلی قوی هم دادن و بعد شکستن اون یک آپ ترند به ما داده. اینجا اومدن تنکنسن و کیجنسن همدیگه رو قطع کردن، کراس کردن به سمت پایین میان، اینجا ابر کمو رو قطع میکنن و یک داون ترند به ما صادر میشه. اینجا تنکنسن کیجنسن یک کراس کردن به سمت تنکنسن کیجنسن به سمت بالا کراس کرده، ابر کمو رو هم میشکنه و یک آپ ترند تا اینجا به من صادر شده. اینجا تنکنسن کیجنسن رو به سمت بالا کراس میکنه، کیجنسن و تنکنسن ابر کمو رو به سمت بالا میشکنه و یک آپ ترند به من تا اینجا صادر میشه. تنکنسن کیجنسن رو به سمت پایین کراس میکنه، سیگنال منفی ریزش، و میبینم که تنکنسن و کیجنسن هم میان ابر کمو رو به سمت پایین میشکنن و از جا خارج میشن و یک داون ترند به من صادر میشه و میبینیم که یک شکل حالت به این شکل هم در اومده.
اینم به این شکل در اومده بین تنکنسن و کیجنسن و می‌بینید روند یه حالت ریورس من صادر میکنه و می‌بینید از ریزش به آپ ترین تبدیل شده و اینجا هم گپ بوده به سمت خودش کشیده. اینجا تنکنسن کیجنسن میاد به سمت بالا میشکنه و یک آپ ترین صادر میشه. تنکنسن و کیجنسن به سمت پایین میان خارج میشن و داون ترین صادر میشه. تنکنسن و کیجنسن میاد به سمت بالا میشکنه، آپ ترین صادر میشه. تنکنسن کیجنسن که فلت شده داره میشکنه، یک سیگنال ریزشی میاد ابر کم سبز رنگ میشکنه که لاغر هست، خیلی حمایت قوی نده و یک داون ترین صادر میشه. تنکنسن کیجنسن رو میشکنه اینجا، اینا روی هم میفتند، سر به سمت بالا آپ ترین تایید شده است، میان با قدرت میان ابر کم رو میشکنه، یک آپ ترین تا اینجا میره بالا. اینجا هم که میان ابر کم نازک میشکنه و یک آپ ترین تا اینجا داریم. اینجا میان ابر کم رو میشکنه تا آپ ترین تا اینجا برای ما پیش میاد. از بالا به سمت میان ابر کم رو میشکنه، یک داون ترین تا این پایین هستش. از بالا به سمت پایین میان این ابر کم رو میشکنه، یک داون ترین به سمت پایین هستش. میبینید چه ریزشی هم داشته، چون ابر کم رنگش منفیه، یعنی داره روند رو در آینده من نشون میده و مثلا قیمت من اینجاست، حالا کلا یا همینجا باشم اگه، چون میدونید که سنکو اسپن A تعریفش چی بود؟ تنکنسن که جنسن رو جمع میکردیم، تقسیم بر 2 میکرد، به 26 در دوره به آینده میرفتیم، نشون دهنده این است که سیگنال در آینده، این سیگنال ما در آینده صادر شده. در آینده من اینجا روند منفی بوده و سنکو اسپن B هم میمدیم هایس های لویس لو جمع کردیم، تقسیم بر 2 میکردیم، به 52 دوره قبل برمیگردیم و به 26 دوره آینده حرکت میدادیم و میبینید که یک روند نزولی به من نشون داده. حالا اینجا تنکنسن کیجنسن اومده به سمت پایین قطع کرده، اومدن اینا ابر کم رو شکوندن و یک داون ترین به من ثابت شده. اینجا تنکنسن کیجنسن رو به سمت بالا قطع کرده، میبینیم که اینا اومده ابر کم رو شکست و یک آپ ترین کوچیک اینجا به من داده. حالا اینجا رو ببینید، اگه میکنید اینجا رو فلت شده کیجنسن، درسته، اینم به سمت 8 اومده، گفته به سمت پایین. اینا اومدن تنکنسن کیجنسن هم شکوندن کندلا، اونم یه سیگنال نزول دیگه و اینجا اومده ابر کم شکسته شده، کندل بعدی هم تایید بشه، یک داون ترین قوی به من صادر میشه، بستگی داره به کندل بعدی. من در مورد سیگنالی که تنکنسن و کیجنسن با قیمت ها پیدا میکنن گفتم خدمتون. تنکنسن کیجنسن با ابر کم هم پیدا میکنن خدمتون عرض کردم. حالا میخوایم در مورد یه سری تیپسی هستش، در مورد اونم براتون توضیح بدم. بعد عرضم خدمتتون، وقتی اونو خدمت رو عرض کردم میریم به سمت یادگیری تحلیل زمانی که خیلی هم منتظرش هستن و خیلی هم استفاده داره با کیجنسن. من اینو میام روی با براتون نقاشیش میکنم با پین. عرضم خدمتتون وقتی که ما یه قله‌ای به این صورت کیجنسن داریم و یه قله به این صورت به کیجنسن داریم، خب ببینید که شبیه همدیگن، عین همدیگه هشتن و اصلا این 8 باشه این مثلا 7 باشه نیستش، باید مثلا هم باشه. خب وقتی که فاصله شون بین این و این 9، نمیتونم با این بکشم، حالا من تو شفای خدمتتون عرض میکنم، فاصله بین این دوتا قله 9 باشه یا 17. خب اون موقع بهش میگه ما اینجا بعد این بعد این که 17 گذشت و بعد این قله اینجا ما چون جریان قیمت به این سمته یک ریورس خواهیم داشت، یعنی اگه ما یک روندمون به این صورت بود بعد این یک ریورس خواهیم داشت. اینو خواستم خدمتتون عرض کنم. پس باید فاصله بینشون 9 یا 17 باشه. حالا این 9 از کجا به دست اومده؟ 9 از همون تعریف تنگنسن به وجود اومده، 9 روز، چون تنکنسن از هایس های لویس لو مجموعه تقسیم مردود در 9 دوره گذشتهش به وجود میاد دیگه، درسته؟ و ما از این اعداد خیلی میتونیم استفاده در تحلیل زمانی بکنیم. پس فاصله بین این دو باید 9 باشه. حالا 17 از کجا اومده؟ اگه ما 26 رو که همون مجموعه هایس های لویس لو تقسیم بر 2 یعنی میانگینش نسبت به 26 دوره گذشتهش بسنجیم، مربوط به کیجنسن رو بیایم از تنکنسن کم کنیم، 9 تنکنسن کم کنیم، یعنی 26 رو منهای 9 بکنیم 17
عدد 17 ما صادر میشه. یا فاصله بین اینا باید 17 باشه یا 9 باید باشه. اینو یادتون باشه. اوکی. حالا من یه سری مثال براتون پیدا کردم، بریم ببینیم. ببینید بچه ها، اینجا رو ببینید، بین تنکنسن و کیجنسن 17 تا فاصله هستش، درسته؟ یعنی این سه تا عددی که میبینید سمت چپی مهمه. اون 17 نشون دهنده فاصله بین این دو تا، چند تا کندل بینشون قرار داره. اون 22 اختلاف قیمت هستش بینشون و ارزم خدمتتون 17 تا بینشون 17 تا فاصله هستش. خب درسته؟ ببین اینجا روند نزولی بوده. خب وقتی بین اینها یه همچین حالتی پیش اومده و وقتی روند نزولی بوده، بعد بین این دو تا یک روند صعودی شکل میگیره و بعد از این قله خب ما یک ریورس خواهیم داشت، چون فاصله این بین این دوتا 17 هستش و یک داون تری واسه من پیش اومد. اینجا حتما نباید عین هم قیافه‌شون باشه، ولی خب مشخص بشه قله و در رو بودنشون. اینجا 17 تا بینشون فاصله هستش. من میبینم که بینشون آخرین روند صعودی بوده و بعد از اون من یک ریورس خواهم داشت و میبینیم که این روند نزولی شکل گرفته. ببینید بچه ها، بین این قله و این قله اینجا ببینید 17 تا فاصله هستش، درسته؟ 17 تا روند اینجا صعودی بوده، بعد از اتمام این قله که روند نزولی واسه من یک ریورس خوب شکل گرفته. بین این قله و این قله 17 تا فاصله هستش. خب و چیزی که واسه ما مهمه اینه که ببینیم بینشون چه روندی بوده. من میبینم که روند بینش صعودی بوده. وقتی این قله تموم میشه من میبینم یک ریورس واسه من شکل میگیره و یک داون ترین واسه ما شکل گرفته دوستان، به همین سادگی. حالا ببینیم سهم دیگه. ببینید بچه، این یه قله، این دو قله، خب مهم فاصله شونه. ببینید بینشون 17 تا فاصله است، درسته؟ یعنی 17 تا کندل بینشون فاصله است و من میبینم که اینجا روند من نزولی بوده. بعد از اینکه این قله تموم میشه یک آپ ترین واسه من شکل گرفته. عنایت کردید میبینید که بین این دوتا قله یک روند نزولی بوده، اوکی، و بعد از اینکه قله تموم شد یک آپ ترین واسه من شکل گرفت. اینجا میبینم بین این قله و بین این قله 17 تا فاصله است. میبینم که اینجا روند نزولی بوده، بعد از این اتمام قله من یک آپ ترین واسه من پیش اومده. حالا ببینید بین دره هایی که شبیه هم پیش میاد، بین این دره و بین این دره نزدیک 17 تا شد. 17 تا فاصله هستش. روند نزولی بوده، بعد از اتمام قله یک آپ ترین واسه من پیش اومده. ببینید چقدر جالبه. ببینید دوستان، بین این قله تنکنسن و این 17 تا فاصله است. این قله کیجنسن روند بینشون صعودی بوده و بعد از اتمام این قله دوم یک داون ترند واسه من پیش اومده. ببینم اوکی دیگه مثال ندارم، گود چرا ده. ببینیم چجوریه این چی میگه. بینشون چند فاصله است؟ تقریبا 16 تا 17 تا، بگیم ما میگیریم 17 تا. خب ببینید روند بین این و این چیه؟ روند نزولیه. بعد اتمام این قله یک آپ ترین واسه من شکل، یک ریورس دارم. جالبه. ببینیم این چی میگه. بین این دره و به این دره 9 تا به اندازه 9 کندل فاصله است، درسته؟ این دره بین این دوتا 9 تا فاصله بود. خب بینشون میبینیم که روند اینجا نزولی بوده، بعد از اتمام این دره دوم آپ ترین واسه من شکل گرفته. به همین زیبایی خواستم این تیپس هم در میون باتون بذارم.
که ایشالله بتونید استفاده بکنید. فقط باید بهتون میگم تک تک اینا رو باید قبل اینکه مثلا مطلب جدید بشنوین اینا رو تمرین بکنید، قاطی میشه. مطمئن باشید اگه بخواید همه رو پشت سر هم گوش بدین قاطی میکنه. اوکی. حالا من میخوام آخرین مطلب رو خدمتتون در میون بذارم. یه مطلب خیلی مهمی هستش، مربوط میشه به تحلیل زمانی که من با کی جنسن میتونم تقویم حضورتون بکنم. اوکی. بیاین فعلا اینایی که کشیدیم و برداریم. خیلی خوب. ببینید بچه‌ها، هر وقت که من عرضم خدمت شما یک خط صاف کی جنسن داشتم، صاف باشه ضایع نکنم. آها خیلی. هر وقت من یه همچین چیزی داشتم باید چیکار کنم؟ باید بیام از این نقطه، یعنی نکنم چون این خط یه پاره خط در حقیقت بین دو تا نقطه است، درسته؟ و کاملا باید فلت باشه. باید از نقطه اول اینجا 26 دوره بیام به سمت چپ. اوکی؟ فرض کنید من 26 دوره اومدم به سمت چپ و اینجا این نقطه اینجاست. من 26 تا اومدم اینجا و شده این نقطه. از اینجا 26 دوره من اومدم اینجا، 26 دوره. یه خط اینجا بکشین، گمش نکنین. حالا مثلا وسط این باید در بیاد خطه. خب و من میام از اینجا یه 26 دوره دیگه میرم جلو، اینجا میشه و یه خط اینجا. اولا علاوه زمانی اینجاها مشخص میشه که در آینده من کجا قراره روندم، یا مثلا روند اینجا اومده تا اینجا سعودی ریورس پیدا کنه بازگشتی میشه، یا قراره ادامه پیدا کنه. روند دو حالت که بیشتر نیست، یا ادامه میده روندی که از قبل بوده یا ریورس پیدا میکنه. من فرض میکنم اینجا وقتی که رسید ما ریورس خواهیم داشت. اینجا تاریخش واسه من مینویسه، مثلا فلان روز فلان ماه 2016، فلان روز فلان ماه 2016. بستگی داره تو در چه تایم فریمی کار بکنید. پس این چجوری شد؟ این خط فلت کی جنسن منه. خب این یه فارغ خط بینشون از دو تا خط تشکیل شده، دو تا نقطه تشکیل شده. بین دو تا نقطه این خط پاره خط شکل میگیره. از این نقطه 26 دوره بیاین اینور. 26 همون عددی که مربوط به کی جنسن هستش. 26 دوره میای به سمت راست. از نقطه بعدی هم 26 دوره میاین سمت راست. هر نقطه‌ای که پیدا کردید یه خط عمودی اونجا رسم می‌کنید. و وقتی این اتفاق افتاد، عرضم خدمتتون وقتی که کندل ها و این قیمت ها رسید به این خط اول عمودی، اینجا ممکنه روند ادامه پیدا بکنه. این اگه سعودی باشه ادامه پیدا کنه، و اگه مثلا اینطوری روند من اینطوری بوده رسیده به اینجا، دو حالت داره، یا ادامه پیدا میکنه یا ریورس پیدا میکنه. حالا مثلا ریورس به سمت پایین میاد. حالا باز اینجا رسید به این خط بعدی اینجا، یا باز حالت اینطوری هستش، یا روند ریورس میشه میاد به سمت سعودی، یا نزولی ادامه پیدا میکنه. خب بازم اینجا به من یه تاریخ میده. حالا من کجا بفهمم که این حالت ادامه دهنده است یا حالت ریورس، یا حالت ریورس یا بازگشت خواهیم داشت؟ خب من باید ببینید چیکار بکنم. بذارید خوشگل واسهتون درست بکشم بهتر در بیاد. من الان میام خدمتتون عرض میکنم. این اینجا این مثلا یه خط فلت کی جنسن منه. اوکی، کی جنسن منه. خب اینجا از دو تا نقطه تشکیل شده. این دو تا نقطه به هم بینشون یه خط قرار میشه، پاره خط، درسته؟ از این نقطه من 26 دوره میام اینور. 26 دوره اومدم اینور میشه اینجا. یعنی من از اینجا 26 دوره اومدم اینور، مثلا شده اینجا. اوکی؟ حالا از این هم 26 دوره میام اینور شده اینجا مثلا.
یعنی از اینجا من 26 دوره اومدم اینور شده اینجا. اوکی تا اینجا اینو متوجه شدید؟ من با اجازهتون فقط خواستم بهتون نشون اینو پاکش بکنم. اوکی من اینو براتون توضیح دادم که این 26 اصلا کجا اومد. 26 همون که عدد مربوط به کی جنسن هستش براتون توضیح دادم. خب حالا من اینم پاکش کنم. اوکی خب من از حالا بچه‌ها این چیکار میکنم؟ میام از این خطی که از 26 دوره اومده 52 دوره میرم عقب‌تر. از این خط من 52 دوره میرم عقب‌تر. مثلا میشه اینجا. اینجا 52 دوره. خب از این یکی هم 52 دوره مثلا میفته اینجا. میرم عقب‌تر. حالا 52 در حقیقت همون 2 ماهه. هر ماه ژاپن در ژاپن 26 روزه هر ماه کاری و 2 ماهش میشه 52 روز. اوکی حالا شما اینجا نگاه کنید. هر روندی که شما اینجا داشتید اگر هر اتفاق اینجا افتاد دقیقاً در اینجا اتفاق خواهد افتاد و در اینجا هر روندی اینجا بوده هر جریان اینجا بوده دقیقاً اینجا اتفاق خواهد افتاد. من فعلا اینو برای شما این حالت گفتم تا با مثال خدمتتون درست توضیح بدم. احتمالا اینطوری خیلی شاید خوب نفهمیده باشی ولی با تو مثال خوب میفهمی. اوکی بریم سمت مثال. اولین چیزی که باید بچه‌ها دنبالش بگردین اینه. من اول اصلا میام یک 26 واسه خودم درست میکنم. این 26 هم خب روش هم می‌نویسم 26. دومین خط که احتیاجم چی بود؟ 52 46 49 55 اوکی اینا 52. اوکی قبول. من اینم با 52 این منظور 52 دوره است. اوکی حالا میخوام چیکار کنم؟ مثلا به طور مثال این کی جنسن فلت رو میبینید. من چون با کی جنسن ها فعلا کار دارم و نمیخوام چشتون اذیت بشه من تنکنسر رو خاموش میکنم. این کی جنسن بمونه. اوکی از این کی جنسن فلت من میام 26 از این نقطهش 26 دوره میرم به سمت جلو. یه خط میکشم. حالا اولین چیزی که اینجا میبینید چیه؟ اینجا یه روند نزولی داشته. خب اینو بردارم. میبینید که یه کندل سعودی شکسته اومده بالا. این کندل سعودی و این بعدی که رسیده به این خط یک ریورس اتفاق میفته میاد به سمت پایین. ببینید چقدر جالب. خب حالا من میخوام ببینم آقا تو 52 دوره گذشته من چه اتفاق افتاده. حالا ببینم واقعا این اتفاق افتاده. این خط 52 رو زنده میکنم. و میبینی که در 52 دوره گذشته یک روند نزولی واسه من شکل گرفته. دقیقا میبینید یک روند نزولی شکل گرفته و من هم اینجا یک روند نزولی دارم. پس در نتیجه واسه من اینجا یک حالت ریورس پیش اومده سعودی بعد به این اومده به سمت پایین به سمت نزولی به همین زیبایی. اوکی حالا من میام 26 دوره. حالا مثلا علاوه تاریخ زمانیش هم نگاه کنید. ساعت 9:03 15/5/2016 این علاوه زمانیش بوده مثلا. اوکی حالا من میام از این نقطه 26 تا میرم اونورتر. یه خط دیگه اینجا میکشم.
خب حالا من میام خط 52 از همین اینجا میرم میبرم. ببینید بچه چقدر زیبا. ببینید اینجا یک حالت دوجیه، ارزم خدمتون چی بهش میگن، سنجاقک شکل گرفته. اینو میبینید و یک کندل نزولی شکل میگیره و به سمت پایین میاد. ببینید اینجا چه اتفاقی افتاده. دقیقاً یه دوجی واسه من و یک داون ترین واسه من پیش میاد. ببینید که ریزش پیدا میکنه. دقیقاً به من همچین حالتی داده و ادامه روند رو به من نشون داده اینجا به همین زیبایی. این از این یه مثال و تاریخش هم زده واسه من 5/6/2016. از 15/5/2016 5 تا 5/6/2016 این اتفاق افتاده واسه من به همین حالی. حالا یه مثال بود دوستان. مثال بعدی من میام مثلا اینجا میام جلوتر، مثال نزدیکتر، مثلا همین خط اینا میبینید. اینو من میام از ابتدای اون یک خط میکشم، از انتهاشم یک خط دیگر. حالا دیگه وسواس به خرج نمیدم. اوکی. حالا نکن اینجا روند اومده نزولی شده رسیده به اینجا و میدونیم یک ریورس داشته، باز از اینجا رسیده به اینجا و یک داون ترین و یه ریورس دیگه داشتیم. حالا ببینیم در گذشته چه اتفاقی افتاده. من میخوام ببینم واقعا این اتفاق درسته. میام اینجا من میبینم که من اینجا چی داشتم، یک داون ترین داشتم و به سمت آپ ترین رفتم. من اینجا یک داون ترین داشتم و به سمت آپ ترین رفتم به همین زیبایی. حالا اینجا من اینجا یک داون ترین واسم پیش اومده. خب من اینجا میبینم که اینجا رو نگاه میکنم اینو یک داون ترین واسه من پیش اومده، ولی اینجا چرا حالت آپ ترین واسه من پیش اومده. خب اینجا مواقع شما باید از چی استفاده بکنیم؟ از الگوهای ژاپنیتون. یعنی کلا الگوها هم میگن الگوی ژاپنی باید بلد باشید. من ببینم که اینجا یه دوجی خورده خب و بعد یک کندل بریش پیش اومده و یک داون ترین رو به من نشون داده. در صورت اینجا اینطوری نیستش. اینجا اومده یه چکش معکوس داده و یک کندل سودی و یک آپ ترین رو به من نشون داده. یعنی شما باید الگوی ژاپنی هم قشنگ بهش مسلط باشین دوستان. این از این. بریم یه مثال دیگه براتون حل کنم. عرضم خدمتتون مثلا این ببینید 26 دوره من میام به سمت جلو، خط رو میذارم. اوکی. بعد این خط من میام یه خط دیگه میذارم. خب اوکی. حالا من میام خط 52 استفاده میکنم. میبینم که اینجا کندل ها از داون ترین از یک کندل آپ ترین داشتیم و این روند ادامه پیدا کرد. یه روند سودیمون ادامه پیدا. ببینم حالا 52 دوره گذشته چه اتفاقی واسه من افتاده. میام اینجا 52 دوره گذشته. خب من یک روند آپ ترین داشتم و من میبینم اینجا آپ ترین رو به من تایید داده. یعنی یک حالت داون یعنی حالت ادامه دهنده است، چون کندل قبلی هم سودی بوده و آپ ترین رو به من نشون داده.
اوکی. حالا من میام اینجا 52 دوره گذشته. خب و میبینم که من اینجا یک آپ ترین واسه من داشته و اینجا منم تا اینجا یک آپ ترین داشتم به همین زیبایی. اوکی. حالا میخوایم مثلا توی این زمانی که نزدیک به زمان حالتونه بسنجید، خب ببینید کجا مثلا اینجا به من یه فلت داده، اینجا فلت، مثلا من اینو میگیرم. خب آرزوام خدمت دوستان، نیاز بزرگشم بکنم براتون. از این من اومدم 26 دوره اینجا، از این یکی هم میام 26 دوره اون ورتر و اینجا چه اتفاق خواهد افتاد. باز میخوام بدیدم. اوکی. حالا من میخوام در 52 دوره گذشته چه اتفاقی افتاده. خب ببینید 52 دوره گذشته رو دقیقا یه کندل بریش داده و اینجا یه کندل بریش به ما داده. خب حالا بریم 52 دوره بعد، یعنی ببینیم اون یکی چک بکنیم. از این یعنی مال این قسمته. میبینیم که به من این کندل بریش که اینجا داده، ما هم اینجا کندل بریش تا اینجا واسه ما پیش اومده، یعنی روند به ما ثابت کرد، روند نزولی. حالا ما باید چیکار بکنیم؟ تاریخاش هم مشخصه دیگه، تحلیل زمانیش. حالا من اگه بخوام اینو حساب بکنم چی؟ از اینم میام 26 دوره میام به سمت جلو. اوکی. یه 26 دوره دیگه باید برم به سمت جلو. اوکی. و حالا باید 52 دوره بیام عقب. من اینجا یک روند نزولی دارم، کندل نزولی من صادر شده، احتمالا روند نزولی من ادامه پیدا خواهد کرد. اینجا چی؟ و بعد از اینجا یک آفترین کوچیک خواهیم داشت، یعنی وقتی کندلا اینجاها باشه به سمت پایین ادامه پیدا خواهد کرد، وقتی به اینجا میرسه برمیگرده به سمت بالا میاد. بریم باز مثال بزنیم. اوکی. عرضم خدمتتون، مثلا من میام اینو الان میسنجم، این فلت از ابتدا 26 تا رو به سمت آینده میرم، بزرگش کنم که دیدش بهتر شه. اوکی. یه خط اینجا میکشم و از انتهاش 26 تا میرم جلوتر، یه خط دیگه میکشم، میخوام ببینم چه اتفاقی افتاد. به این خط که رسیده میبینیم که از سود یه حالت ریورس پیدا کرده. اینجا از حالت ریورس به حالت سود رفت، یعنی حالت ریورس پیدا کرده، از داون ترین به حالت آپ ترین رفت. حالا ببینیم با 52 چیکار میکنیم. می‌بینیم اینجا روند نزولی ما داشتیم و بعد این کندل سفید رنگ اینجا می‌بینیم و این کندل مثل یک حالت داون ترین واسه من تا اینجا پیش میاد و این روند به من روند نزولی نشون میده. روند نزولی تا اینجا داره جهت روند با پیدا میکنیم و ما در اینجا
میبینیم اینجا چه اتفاقی افتاده. میبینیم که در اینجا اومده یک آپ ترین. ببینید با این و بله، و در اینجا ما میبینیم که بعد و یک روند سودی ما داده. این روندمون سودی و میبینیم که بعد اینجا یک کندل سودی بوده و روند آپ ترند به ما نشون داده. اوکی، یه مثال دیگه هم میزنیم و این ویدیو رو به اتمام میرسونیم انشالله. اوکی. چی مثال بزنیم؟ اینو مثال بزنیم. از انتهای اون 26 دور میام اینجا، از ابتداش، از انتهاش هم میام اینجا. خب میبینم که من اینجا یه روند نزولی داشتم و یک آپ ترند به من میده. میبینی که بینش این اتفاقاتی افتاده و برای اینکه این اتفاقات رو در بیارید باید باز از فلت های دیگه مثل این استفاده کنم و اینو در بیاد. حالا من بیام روند قبل رو نشون بدم. ببینید یک کندل سودی، این 52 داره قبل. خب من میبینم یک کندل سودی و یک داون ترین و میبینم یک داون ترین به سمت پایین من اینجا تا اینجا داشتم. می‌بینی اینجا من یک کندل نزولی داشتم و بعد اون یک کندل سودی در میاد. کندل نزولی، کندل سودی واسه من پیش اومده و اینطوری روند نشون میدیم و اومده تاریخش هم مشخص کرده دوستان. ساعت 9:05 14/10/2015 و تاریخش هم اومده مشخص کرد. پس چجوری شد؟ ما هر وقت یک ارزم خدمتتون کی جنسن فلت دیدیم میتونیم از نقطه ابتدایش 26 دوره به آینده بریم، انتهاش 26 دوره به آینده بریم و 52 دوره از هر کدوم از اون خطایی که میکشیم در آینده به گذشته برگردیم تا روند ادامه دهنده یا روند بازگشتی یا به ما نشون بده. و خب میبینید که اینجا 26 روند منفی بوده، بعد اون یه روند سودی شده، اینجا روند سودی بوده و روند ادامه پیدا کرده. ما باید بفهمیم که آیا این روند در بعد این خط بازگشتی خواهد بود یا ادامه دهنده، که میشه بالای 90% اوقات با کمک این ابزار خط 52 روز در گذشته، 52 دوره در گذشته بیایم یا ریورس یا کانتینیوشن رو پیدا بکنیم. اوکی، این اولین تحلیل زمانی ما بود که با کی جنسن انجام بدیم. انشالله در آینده ما ویدیوهای بیشتری در مورد تحلیل زمانی در خدمت خواهیم بود. امیدوارم که ویدیو مناسبتون بوده باشه و تمرین حسابی بکنید و موفق باشید. خدا نگهدار دوستان.